ما از شمال برگشتیم ولی شمال از ما برنگشته. انقدر که غذاها و مزه های شمالی خوشمزه است، پیشنهاد میکنم این کال کباب یکم قرتی شده رو حتما امتحان کنید. چند تا بادمجون کبابی شده رو کاملا ساتوری کنید. از چاقو یا نمکیار استفاده کنید. من نمکیار نداشتم، به روش خودم درست کردم. چند مشت گردو رو باید خوب له کنید. بعد اون بادمجونای ساتوری شده رو با چند حبه بزرگ سیر له شده، دلار، رب انار، گردوهای له شده و آب انار ملس خیلی خوب ترکیب کنید. به به چه شود. 1 ساعتی هم بذارین توی یخچال تا مزه ها دست به دست هم بده. برای دوره این مزه من از نون پیتا استفاده کردم که اونا رو توی روغن قوطه‌ور فقط چند ثانیه سرخ کردم تا وقتی که برشته بشن. شما میتونید نونا رو توی ایر فرایر یا فر هم بذارید. اگر هم از شمال نمکیار خریدین و نمکیار دارین، همه بادمجون و سیر و گردو و سبزی‌های معطر رو بریزید تو نمکیار رو خیلی خوب بکوبیدش. بعدم اونو سروش کنید و با رب انار و گردوهای خورد شده تزیینش کنید و با اون نونای پیتایی که حالا دیگه کاملا سرد شده سروش کنید. این مزه از اون مزه های درجه 1 ایرانیه که در کنار انواع کباب هم خیلی میچسبه. نوش جونتون.